هر ماه چقدر پول خرج ناخن و موژه و رنگ مو و لیزر میکنیم و همه اینا چقدر وقت ما رو میگیره. در نهایت اینا به ما چه احساسی میده؟ کامران راسل مدل معروف یه سخنرانی داره توی تد تاک با عنوان من مدلم اما ظاهر همه چیز نیست. So luckily I brought an outfit change. This is the first outfit change on the TED stage. So you guys are pretty lucky to witness it, I think. If some of the women were really horrified when I came out, you don't have to tell me now, but I'll find out later on Twitter. I'd also note that I'm quite privileged to be able to transform what you think of me in a very brief 10 seconds. در واقع توی این بخش از صحبتاش داره میگه که وقتی توی چند ثانیه المان‌های ظاهری ما به راحتی میتونن تغییر کنن، میتونیم بگیم ظاهر همه چیزه؟ Image is powerful, but also image is superficial. اگه برگردیم عقب میبینیم که این داستان فقط مال امروز هم نیست. سیمون دو بووار هم توی کتاب معروفش جنس دوم میگه که زن همیشه به عنوان دیگری تعریف شده. یعنی چی؟ یعنی کسی که باید دیده بشه، نه کسی که خودش دست به عمل بزنه. توی فرهنگ سنتی زن ایدئال همسر مطیع و کدبانو بود. توی فرهنگ مدرن زن ایدئال شد زن مستقلی که همیشه خوشتیپ، خوشگل و زیباست. در واقع فشار همیشه هست، فقط شکلشه که عوض میشه. انگار ما توی یک مسابقه گیر افتادیم، مسابقه زیبا بودن. That's because girls and women aren't only suffering because of the unattainable ways beauty is being defined. They are suffering because they are being defined by beauty. They are bodies first and people second. So rather than working to make sure more women's bodies are viewed as valuable, we are focused on making sure women are valued as more than bodies to view. و نکته اینه که ما به این خاطر داریم فرصت‌های خیلی زیادی رو از دست میدیم. As a competitive swimmer starting in early elementary school, my perception of my body or my body image was shaped by my physical abilities and experiences. By high school, that had changed. At age 15, after years of swim meets and daily practices, doing something I loved and was good at, I quit. I didn't quit because I hated swimming. I quit because I hated the way I looked in my swimsuit. So for years, I hid myself. اما کی این استانداردها مشخص شد؟ فوکو معتقد بود جامعه مدرن بدنها رو مثل زندانهای نامرئی کنترل میکنن. استانداردهای زیبایی هم دقیقاً دارن همین کارو میکنن. مدام برای ما یه چارچوب تعیین میکنن. سفیدتر شو، برنزتر شو، لاغرتر شو، توپرتر شو و به این شکل. یک پژوهش توی آمریکا نشون داده که حدود 70% از زنها فشار زیادی برای جذابتر بودن دارن، در حالی که این عدد برای مردها زیر 30%. یعنی در واقع این فشار اجتماعی بین زنها و مردها به شکل نابرابر تقسیم شده. در واقع ظاهر برای ما تبدیل شده به یک پاسپورت اجتماعی، اما پر از هزینه. مدام باید هزینه کنی، مدام باید وقت بذاری وگرنه عقب میافتی. خب قبل اینکه بریم سراغ بخش بعد ازتون میخوام اگه تا اینجای ویدیو براتون جذاب بود و موضوعات این چنینی رو دوست دارین با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنین و اینطوری کمک کنین که ویدیوهای من بیشتر دیده بشه و زنان بیشتری در رابطه با این مسائل آگاه بشن. حالا بریم سراغ بخش بعدی. موضوع دیگه نگاه مردان است. لورا مالوی، نظریه پرداز فمینیست، معتقده که توی سینما، تبلیغات، تلویزیون و غیره زن ابژه نگاه مردان است. یعنی کسی که دیده میشه، نه کسی که کنش داره، عمل داره. و نکته ترسناکتر اینه ما زنها کم کم یاد میگیریم خودمون رو از زاویه مردها نگاه کنیم. دقیقاً این مسئله توی یکی از تحقیقات ایرانی هم بهش اشاره شده و توی مصاحبه با یه سری کیسا خیلی این واضحه که زنها دارن یاد میگیرن که خودشون رو از نگاه مردها ببینن. یعنی معیار زیبایی داره این میشه و حتی کم کم یاد میگیرن که این رو درونی کنن. فیلم گانگرل این وضعیت رو به شکل تکون دهنده‌ای نشون میده. Cool girl. Men always use that, don't they? As their defining compliment. She's a cool girl. Cool girl is hot. Cool girl is game. Cool girl is fun. Cool girl never gets angry at her man. She only smiles. We were happy pretending to be other people. و اینجا این نکته هست.
وقتی زن یاد میگیره خودش رو از ذائقه مردانه، از دید مردانه نگاه کنه، کم کم وارد یه چرخه‌ای میشه، چرخه کنترل و مصرف. رسانه‌ها و برندها با ایجاد ناامنی و خالی کردن اعتماد به نفس ما کم کم به ما القا میکنن که ما خوب نیستیم. برای بهتر شدن باید کرم جدید بخریم، باید سراغ رنگ موی جدید بریم، ترند جدید بریم، مدل جدید لاغری، مدل جدید مو و غیره. این منطق بازار جهانیه. هرچی تصویر ایدئال دور از دسترس تر باشه، میل بخرید بیشتر و بیشتر میشه. حالا سوال اینه، میشه از این کلیشه ها بیرون زد؟ جودیت باتلر معتقده که جنسیت و نقش ها چیزای ثابتی نیستن که نشه هیچ وقت تغییر کنن. یعنی در واقع ما با رفتارمون میتونیم کاری کنیم که تعاریف از جنسیت و انتظارات به مرور تغییر کنه. این ایده رو توی فیلم لیگال بلند هم میتونیم ببینیم. شخصیت اصلی که همه دربارش فکر میکنن صرفاً یه دختر خوشگله که مثلا فقط به فکر رنگ لاک ناخونشه، یه روز توی دادگاه ظاهر میشه و پرونده رو خیلی با دقت جلو میبره که اونجا همه خیلی متعجب میشن. Miss Wyndham, when you arrived back at the house, was your father there? Not that I saw, but like I said, I went straight upstairs to take a shower. And when you came downstairs, what happened? I saw Brooke standing over his body, drenched in his blood. Miss Wyndham, had you ever gotten a perm before? Yes. How many would you say? 2 a year since I was 12. You do the math. Exactly. Because isn't it the first cardinal rule of perm maintenance that you're forbidden to wet your hair for at least 24 hours after getting a perm at the risk of deactivating the ammonium thioglycolate? Yes. And wouldn't somebody who's had, say, 30 perms before in their life be well aware of this rule? And if, in fact, you weren't washing your hair, as I suspect you weren't because your curls are still intact, wouldn't you have heard the gunshot? And if, in fact, you had heard the gunshot, Brooke Wyndham wouldn't have had time to hide the gun before you got downstairs, which would mean that you would have had to have found Mrs. Wyndham with a gun in her hand to make your story plausible. Isn't that right? She's my age. Did she tell you that? How would you feel if your father married someone who was your age? You, however, had time to hide the gun, didn't you, Chutney? After you shot your father. I didn't mean to shoot him. I thought it was you walking through the door. Order, order. Order. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Bailiff, take the witness into custody where she will be charged for the murder of Hayworth Wyndham. In the matter of the state versus Brooke Wyndham, this case is dismissed. Mrs. Wyndham, you're free to go. نکته همینه. نکته اینه که ما به این شکل میتونیم به باز تعریف خیلی از چیزا بپردازیم. اینجاست که بازنویسی اتفاق میفته. یعنی ما اینجوری میتونیم بگیم که ما میتونیم زیبا باشیم و به استایلمون اهمیت بدیم، ولی از اون طرف میتونیم هم استعدادهای خودمون رو داشته باشیم و توی راه شغلمون و چیزهای دیگه تلاش کنیم. My body is an instrument, not an ornament. حالا چیزی که من میخوام بگم چیه؟ من فکر میکنم که وقتی ما تمام تمرکزمون روی ظاهر باشه نتیجه خوبی نداره. با گذر زمان دغدغه‌هامون سطحی میشه و کم عمق. در واقع از یه جایی به بعد تمام هزینه و زمانمون رو داریم روی این مسئله میذاریم و حتی فرصتی برای پیشرفت خودمون، ارتقای شغلی، یاد گرفتن سواد مالی و مسائل این چنینی نداریم. و واقعیت اینه که یه روزی ممکنه به خودمون نگاه کنیم و ببینیم یک زن بسیار زیباییم بدون هیچ دستاوردی که احتمالاً این خیلی تلخه. تمام عمرمون تلاش میکنیم که زیبا باشیم، مؤدب باشیم، دختر معقول باشیم و احتمالاً به آخر عمرمون که برسه نگاه کنیم ببینیم خودمون هیچ چیزی نداریم. در نهایت اینکه فشار روی ظاهر تاریخی، واقعی و پرهزینه. اما من فکر میکنم این ماییم که میتونیم انتخاب کنیم که تمرکزمون رو روی چه چیزی بذاریم. روی زیباییمون صرفاً یا روی دستاوردهامون. نذاریم رسانه و صنعت مد و زیبایی قدرت و فرصت پیشرفت کردن رو از ما بگیرن. لذت ارتقای شغلی و لذت ارتقای جایگاه اجتماعی رو به بهای زیباتر بودن از دست ندیم. When we can see more, we can be more.
more than objects, more than beautiful, more than a body. See more by redefining beauty for yourself. Be more by refusing to be defined by beauty. شاید وقتش از خودمون بپرسیم که میخوایم دیده شیم یا واقعا میخوایم عمل کنیم و اثر بذاریم. نظر شما چیه؟ توی کامنت ها برام بنویسید. چند بار تا حالا حس کردید اهمیت دادن زیادتون به ظاهر باعث شده یه سری فرصت ها ازتون گرفته بشه یا پولتون بره یا زمانتون بره و چیزهای دیگه یاد دست بدید؟ برام بنویسید. اینجا صدای روایت هایی است که کمتر شنیده میشن. اگر دوست دارین این روایت ها رو بشنوین، همراه من باشید و با سابسکرایب و لایک من رو حمایت کنید.